میدونید چرا میگم یه قرصی مثل زولپیدم یه لول دیگه ای از اعتیاده؟ به دلیل اینه که یه خماری عجیب غریبی داره. خماریش با خماری مورفین یا هر محرک دیگه ای که فکرشو کنی خیلی فرق میکنه. نه استخون درد زیادی داره، نه تب و لرز میکنی، نه هیچ اتفاق فیزیکی عجیب غریبی برات میفته. خماریش فقط یه چیزه که من میگم از 100 تا بدن درد و آبریزش و تب و لرز بدتره. اونم درگیر کردن افکارته. به جایی میرسونتت که بگی میخوام خودم رو خلاص کنم. یعنی ببین تا افکار خوشی تو سرت نیفته ولت نمیکنه. قرصی که برای آرامش گرفتنت رفتی سراغش، برای اینکه خواب نمیرفتی به خاطر افکار منفی و افسردگی که فکر میکردی درگیرت کرده، حالا خودش باعث میشه که به فکرات به یه جایی بره که فقط بخوای خودتو خلاص کنی از این زندگی. فکرم نکن تو همچین آدمی نیستی و امکان نداره همچین فکرایی کنی. تمام آدمایی که همچین قرصایی مصرف میکنن به این نقطه، به این افکار 100% میرسن. آدمایی به چشم دیدم که همچین فکرایی براشون خنده‌دار بوده، مشکلی تو زندگیشون نداشتن که بخوان به همچین چیزایی فکر کنن و یه روزی بخوان جون خودشونو بگیرن. ولی این قرص جوری ناامیدشون کرده، جوری از زندگی بریدن، فقط نشستن تو خونه روز به روز به دوزشون اضافه کردن و گفتن اینقدر میزنم تا تموم کنم، تا هر اتفاقی نیفتاده بیفته. اگه دقت کنید میبینید که خماری اعتیاد دقیقاً برعکس اون لحظه‌ایه که شما نشه میشدی با هر دراگی که مصرف میکردی. اگه داشتی شیر تریاک میزدی، یه مورفین قوی که بدن درد تو آروم میکرد، روزی که خمار میشی سنگین ترین استخون دردا رو تجربه میکنی. یا مثلا اگه گل میکشیدی و بی خیال میشدی فقط میخندیدی، روزی که ترکش میکنی تمام فکرهای منفی، تمام اون ناراحتی هایی که تو اون سالا با گل بی خیالشون شدی رو سرت آوار میشه و همه فکر و ذکرت میشه ناراحتیات چند برابر واقعیتی که دارن. یعنی حتی بیشتر از اون چیزی که فکرشو کنی میبینی ناراحتی و دلت از زمین و زمون گرفته. یا حتی محرکی مثل شیشه که وقتی مصرفش میکنی خوابو ازت میگیره، انرژی داری، همش میخوای حرف بزنی، ولی تا که قطعش کنی اولین خماریش خوابه. شیشه میل تو ازت گرفته بود، نمیتونستی غذا بخوری، وقتی از خواب خماریش بیدارشی دقیقاً برعکس و اینقدر میل به غذا خوردن داری که هر کار میکنی سیر نمیشی. در صورتی که آدما فکر میکنن وقتی خمار میشن نمیتونن هیچی بخورن. نه، ببین دقیقاً برعکس اون روزاییه که نشه بودی. حالا نشگیت هر چی بوده الان باید برعکسش کنی تو خماری. خب حالا که خماری دقیقاً برعکسه، یه قرصی که اسمش قرص اعصابه، به خاطر اینه که شما خوابتو تنظیم کنی، به خاطر اینه که یه آرامش بگیری. دقیقاً وقتی که خمارشی چه اتفاقی میفته؟ اعصابت به هم میریزه، یه فکرایی میاد سراغت، یه جور عجیبی بیخوابی میگیری که هر کار کنی، یعنی به هر دری بزنی، هر چقدرم که خودتو خسته کنی باز خواب نمیری. امکان داره یه ربع چشات بره رو هم، یه لحظه گیج بشی، ولی تو همون خواب و بیداری هم یه فکرای عجیب غریبی همش تو سر دور میزنه، همش از این ناراحتی که چرا بقیه با هم دارن اینجوری رفتار میکنن، مگه من چیکار کردم، مگه این تعداد قرصی که میخورم چیه که اینجوری زندگیمو سیاه کرده، باید چیکار کنم که از این وضعیت خلاص شم. همیشه عذاب وجدان، همیشه ناراحتی، همیشه شک نسبت به بقیه، همیشه یه کلافگی که حتی حوصله خودت هم نداری. شدی یه آدمی که نمیتونه بخنده، حتی نمیتونه گریه کنه. شدی یه آدمی که فقط نشسته یه جا میخواد بیشتر قرص بخوره که هیچ چی نفهمه، ولی هر کار میکنه این فکرهای تو سرش آروم نمیشه. یه روز میگه برم به جا قرص خوردن سراغ نشه بازی، حتی میره این کار رو انجام میده ولی میبینه افکارش آروم نشد. شما حتی اگه هروئین بزنی، حتی اگه متادون بزنی هم افکارتو نمیتونی کنترل کنی، به آرامش نمیرسی. هر چقدر هم که نشه باشی
قرص اعصاب باهات کاری کرده که نمیتونی آروم بگیری. اگه هم فکر میکنی چون گفتم خماریش بدن درد نداره پس روی جسمت هیچ تأثیری نمیذاره، 100% داری اشتباه فکر میکنی. چون آدمایی که رو زولپیدم به روزی 30-40 تا قرص میرسن، بعد از یه تایم کوتاهی با اینکه هیچ درد بدنی نکشیدن، البته به درد کشیدن نمیرسه چون این قرص اینقدر زود خمار میکنه آدمو که مجبوری تون قرص بخوری و اصلا شما دیگه چیزی به اسم خماری رو حس نمی کنی چون نمیتونی اجازه بدی که خمار شی. و بعد از یه مدت خیلی کوتاه میبینی کمرت دیگه راست نمیشه، میبینی یکی یکی دندونات داره خیلی راحت از جاش در میاد، پوست صورت جوری کدر شده، جوری سفیدی چشمات زرد شده، دندونات یه جوری، لثه هات یه جوری زرد و کثیف به نظر میاد که حالت از خودت به هم میخوره. تمام کسایی که قرص مصرف میکنن، قرصای اعصاب خیلی زیاد میزنن، نمیتونن تو آینه نگاه کنن. یکی از بدترین اتفاقا براشون اینه که یه جا برن که یه آینه باشه و مجبور شن نگاه کنن. مثلا مثل آسانسور، طرف حاضر نیست بره تو آسانسور، از پله ها میره با اون حالش، با اون وضعیتی که حتی نمیتونه چند قدم راه بره، حاضره اونقدر سخت از پله ها بالا پایین شه که فقط نره تو آسانسور، چون آینه داره، چون لحظه ای که پاشو بذاره داخل خودشو میبینه و اینقدر اون افکار بیشتر بهش فشار میاره که در نهایت دوزش میره بالاتر، چون نمیتونه کمش کنه. هر اتفاق بدی بیفته، هر فکر منفی فقط باعث میشه که بیشتر بزنه، چون همین فکرها داره اذیتش میکنه و تنها چیزی که فکر میکنه میتونه آرومش کنه، نجاتش بده یا یه کاری کنه که این آدم خواب بره، مصرف بیشتر همین قرصه. چون به هر حال این قرص خواب آور بوده، قرص اعصاب بوده، در هر صورت میتونه آرومت کنه اگه یه دوز زیادی مصرف کنی. همون جوری که روز اولی که بدنت پاک بود یه دونشو میخوردی، شب راحت میخوابیدی، وقتی هم که داری 30 تا دونه قرص میخوری رسیدی به این حالت بد، اگه یه شب 40 تا بخوری مثل شب اول که همون یه دونه حالتو اینقدر خوب کرد و خوابیدی، الانم وقتی یهو 10 تا اضافه کنی راحت مثل یه بچه میخوابی. ولی مشکل اینه که این 40 تا قرص، این خوابیدنا نهایتش 3-4 شب ادامه داره. بعد از 3-4 شب باید 5 تا دیگه هم اضافه کنی. همین میشه که خیلی راحت میبینی داری 50 تا 60 تا 70 تا 100 تا قرص میخوری. بارها گفتم، بارها توضیح دادم، فکر نکنید 50 تا 100 تا قرص خوردن امکان پذیر نیست، اصلا آدم نمیتونه این قرص ها رو جور کنه یا من دارم بزرگ نمایی میکنم. این اتفاق اینقدر زیاد میفته که من هر روز با آدمای جدیدی صحبت میکنم که خیلی راحت از خوردن 30 تا قرص به بالا صحبت میکنن، یعنی کمترینشون دارن 20 تا 30 تا قرص میزنن، چون قرصای اعصاب خماریشون کلافگی و به هم ریختن اعصابه. برای همین شما نمیتونی همچین خماری رو تحمل کنی، مجبوری بیشتر قرص مصرف کنی، پس دوزت خیلی زود میره بالا و دوره تاثیرگذاری این قرصا بین 4 تا 6 ساعت نهایت، یعنی شما هر 4 ساعتی یک بار کامل تأثیرش ازت میره بیرون و مجبوری دوباره بزنی حتی اگه دوزت بالاتر نره، که همچین چیزی امکان نداره. قرصی که بعد از 4 ساعت تأثیرش رو از دست داده، مشخصه که بعد از 2 ماه رو 2 ساعت تأثیرش از دست میره، چون دوز بدن آدم میره بالا، رو تمام دراگا دوز میره بالا. پس ببین هر جوری بهش فکر کنی، اگه درگیر قرصای اعصاب بشی دست خودت نیست، مصرفت میره بالا. وقتی بهت میگم کلافگی و اعصاب خوردیشو نمیشه تحمل کرد، برای اینه که به یه جایی میرسه میبینی داری خودزنی میکنی. ببین دست خودت نیست، اینقدر از خودت متنفر میشی، اینقدر حالت گرفته است، اینقدر با بقیه بد رفتار میکنی،
و همه حالتو میبینن، کمت میارن، تحقیرت میکنن که همه اینا باعث میشه بخوای فقط به خودت آسیب بزنی. ببین اعصاب آدم وقتی آروم باشه اعتماد به نفس میگیره، دنبال هدفاش میره، برای خودش برنامه ریزی میکنه، دوست داره بره بیرون با بقیه صحبت کنه، خوش بگذرونه. حالا قرار شما تمام اینا رو برعکس کنی. دیگه نمیتونی با کسی حرف بزنی، نرفت و آمد کنی، خودتو توی تنهایی میبینی که فقط دلت میخواد یه جوری ساعت بگذره، فقط ببینی در آینده قرار چی بشه. میتونی یه روزی بیخیالشی یا قرار این قرص از پادرت بیاره و بعد از یه مدت خیلی کوتاه به این نتیجه میرسی که زورت نمیرسه و فقط باید اینقدر بزنی تا از پا در بیاری. حالا حتما با خودت میگی تمام اینا رو ما میدونیم، وقتی داریم این قرص رو میزنیم، الان سرچ کردیم راه ترکش چیه، داریم این ویدیو رو میبینیم، خودمون میدونیم که این قرص با همون چی کار کرده، تو بگو چجوری ترک کنیم. چشم، شما یه نکته خیلی کوچیک رو باید رعایت کنی، باید بدونی، آگاهی داشته باشی که نمیدونی. من اون نکته رو بهت میگم، ولی اگه الان دارم توضیح میدم دقیقاً قرص با آدم چی کار میکنه، برای اینه که اون اطرافیانت، خانوادت که میدونن تو درگیر این قرصی و اونا میان سرچ میکنن این ویدیوها رو میبینن، بدونن چه جوری باید رفتار کنن، بدونن تو الان چه حالی داری، بتونن درکت کنن. وقتی من میگم اطرافیان تحقیرت میکنن، اگه یکی از اون اطرافیان الان حرفای منو بشنوه دیگه همچین کاری باهات نمیکنه، چون میدونه امکان داره دست به کارهای خطرناکی بزنی. سعی میکنه کمکت کنه، میره میگرده راهش رو پیدا میکنه، تو رو میشناسه، جوری رفتار میکنه که بتونی آرومتر شی، بتونی درست فکر کنی. پس من اگه سعی میکنم تو ویدیوها راجع به هر دراگی که صحبت میکنم از حس و حالش دقیق بگم، به خاطر اینه که میدونم خیلی ها اطرافیانشون درگیر این قضیه‌ان و اومدن میخوان یه راهی پیدا کنن، میخوان بیشتر آشنایی پیدا کنن با این مواد، چون دوست دارن که عزیزاشونو، دوست دارن تویی که داری اینو میزنی، دلشون میخواد نجاتت بدن. حالا راه ترکش چیه؟ تنها راه 100% و تضمینی ترک قرصایی مثل قرص زولپیدم اینه که شما مصرفتو بیاری پایین و نترسی از این که خواب نمیری، حالت بده و قرار افکارت خیلی بیشتر اذیتت کنن. ببین همون جوری که دوز قرص خیلی زود میره بالا، خیلی زود هم میتونی دوزشو بیاری پایین. ببین تو اعتیاد همه چی برعکسه. این که میگم دوزتو خیلی سریع میبری بالا، حالا فکر کن اگه بخوای ترک کنی میتونی با همون سرعتی که رفت بالا بیاریش پایین. درسته شب اولی که کمتر از روز قبل قرص خوردی حالت بد میشه، اوکی؟ مثلا تا الان داشتی 40 تا قرص هر روز میخوردی، امروز میکنی 35 تا قرص. درسته امشب خواب نمیری، حالت بده، ولی در حدی نیست که اتفاقی برات بیفته، چون به هر حال 35 تا قرص خوردی و اون دوزی که بدنت کم نیاره بهش رسوندی. فقط یه خورده کمتر که بیشتر کلافه میشی، بیشتر خوابت به هم میریزه و به هر حال عصبیت میکنه. ولی 24 ساعت 48 ساعت نهایتش دووم میاری، بعدش اگه 36 تا قرص بخوری اینقدر های میشی، اینقدر میبینی بیشتر از اون 40 تا تأثیر داشته رو 2 روز کم کردن که میگی وای چقدر دوزم اومد پایین. پس ببین خیلی راحت، خیلی زود میتونی دوزتو بیاری پایین، ولی به این نکته دقت نمی کنی، چون آگاهی نداری، چون نمیدونی داری با خودت چی کار میکنی، اصلا بلد نیستی خلاف کنی، نفهمیدی اعتیاد یعنی چی، هنوز نمیدونی اون موادی که داری میزنی چجوری درگیرت کرده، چجوری میتونی کمش کنی، چجوری میتونی شکستش بدی و خلاصه یه بازنده‌ای شدی، یه آدمی که انگار هیچ چی حالیش نیست، فقط داره میزنه. وقتی هم اطرافیان بهت میگن چرا داری اینجوری میکنی، چرا نمیتونی ترک کنی، میگی هیچ راهی نداره، دست خودم نیست، شما نمیفهمی من چه حالی دارم و فقط بهونه بهونه بهونه. این که دست خودم نیست یه بهونه به شدت
الکی و مزخرف و چرت و پرته که تو فقط تکرارش میکنی که به بقیه ثابت کنی واقعا نمیتونی، در صورتی که من میدونم اگه 2 شب تحمل کنی چقدر میتونی یه همچین قرصی رو کم کنی، دوزش رو بیاری پایین و نهایتش بعد از 1 ماه، نهایت 2 ماه، اگه بخوای خیلی تدریجی تر و آروم تر که یعنی کلافگیت، عصبانیتت کمتر اذیتت کنه، بیشتر خب وقت میذاری، 2 ماه 3 ماه آروم آروم میای پایین. مطمئن باش خیلی زود عادت میکنی، مطمئن باش اونقدری که فکر میکنی اذیت نمیشی، فقط کافیه امتحانش کنی. ببین خوردن قرص یه بدی که داره اینه که آدم چون وقت زیادی نباید بذاره، چون درگیرش نمیشه و فقط چند تا قرصه میاره از تو خشاب بیرون میندازه بالا یه لیوان آب روش، برای همین همیشه در حال بیشتر زدنه، یعنی نمیاد کمش کنه. حالا از اون طرف هم خب افکارش خیلی درگیره، خیلی عادیه که فکر کنه نمیتونه کمش کنه، ولی مطمئن باش که این اتفاق خیلی راحت میفته. دیدم که دارم بهت میگم. ببین انقدر راحت میتونی از شر این قرصا خلاص شی، اینقدر راحت کم کردن دوزش که اگه امتحانش کنی، اگه یه برنامه ریزی درست حسابی داشته باشی، تمام قدرت و وجودتو بذاری، تحمل کنی هر چند روز 1 بار دوزتو بیاری پایین، شک نکن یهو چشم باز میکنی میبینی دوباره داری 5 تا قرص میخوری، میبینی یه روزی رسید که با یه دونه قرص شبا داری میخوابی و با همون یه دونه حالت خوبه. ببین تنها راحت همینه، باور کن دارم بهترین راه ترک قرصای اعصاب مثل زولپیدمو بهت میگم. اگر یه ذره زرنگ باشی، اگه یه ذره دقت کنی به اینکه این قرص چیه، چجوری زیاد شد مصرفت، الان دقیقاً همونو برعکسش کنی، خیلی زود به پاکی میرسی، خیلی زود از این وضعیت در میای و میتونی خودتو نجات بدی. هیچ کس نمیتونه بهت کمک کنه، چون این قرصا گفتم یه لول دیگه از اعتیادن، تو نمیتونی از هیچی کمک بگیری. اگه بری سراغ متادون شاید بتونی دوزتو بیاری پایین، ولی افکارت هیچ وقت خوب نمیشه. ببین متادون فقط میاد اون خماری اعصابی که داری و پنهان میکنه، یعنی اینقدر تو رو نشه میکنه که به اون چیزا فکر نکنی، درست، ولی روزی که بخوای متادون رو بذاری کنار، خماری اون قرصا خودشون نشون میده، بدن درد متادون هم خودشون نشون میده. یعنی هم باید خماری قرصای اعصابی که قبلا میخوردی و حالا به خاطر متادون نمیخوری و پس بدی، هم باید خماری متادون رو پس بدی که اصلا همچین چیزی رو نمیتونی، یعنی از پسش بر نمیای. مطمئن باش. پس نرو سمت متادون، نرو سمت قرصایی که مورفین دارن، نمیتونی اینجوری پاک شی. متاسفانه مشکل اینجاست که فکر میکنی میتونی مثلا از رو قرصی مثل زولپیدم بری رو کلونیدین، بری دراگون بخوری. ببین تمام اینا از همدیگه بدترن، یعنی هیچ کدومش خوب نیست. چرا؟ چون تو روی یه دونه از این قرصا دوزتو بردی بالا، بعد میخوای کمش کنی، میخوای دیگه مصرفش نکنی، بدن تشنه میشه، چند وقته که هی داری مصرفتو میاری پایین میبینی نمیتونی، یه دفعه میری یه قرصی مثل کلونیدین مثل دراگون میزنی، بدن تشنه است، عادت داشته به این فازا، دلش میخواد دوباره اینا بیاد تو بدن احساسشون کنه، خیلی حس خوبی بهت میده. میبینی یه دونه دراگون خوردی 2 روز حالت خوبه، درگیرش میشی، نمیتونی بی خیالشی. اون موقع میبینی داری روزی 20 تا دراگون میخوری. اون موقع است که میگم خماری اون قبلی رو باید پس بدی. اگه روزی که بخوای این جدیدی رو بذاری کنار، خماری این جدیده هم اضافه شده به اون. امیدوارم حرفامو کامل متوجه شی چی دارم میگم. خیلی دارم دقیقاً همون اتفاقایی که تو زندگیت افتاده رو برات میگم که بتونی درک کنی، که بدونی این اتفاقا برای همه است، چون من دارم دقیقاً همون چیزی که تو سرته
چیزایی که تجربه کردی و برات میگم، پس مطمئن باشی این اتفاقیه که برای همه میفته. اگه فکر میکنی میخوای سر خودت بلا بیاری، اگه دیگه بریدی فکر میکنی نمیتونی، هیچ راهی نیست، ببین اینا فقط فکرای تو نیست، چون من میدونمش، چون هر روز آدمایی مثل تو دارن این حرفا رو برام میزنن. میدونم که بازی این قرصه اینه. این قرص با تو کاری کرده که به این چیزا فکر کنی، به این باور برسی نمیتونی ترکش کنی. حالا خودت تصمیم بگیر، میخوای تو این بازی بازنده باشی، میخوای تا آخر عمرت همین جوری ادامه بدی؟ یه لحظه به این فکر کن که 2 سال دیگه چند تا قرص باید بخوری، یا سراغ چه دراگ قوی تری باید بری که قرار نباشه روزی 200 تا قرص بخوری. آخر این کاری که داری میکنی چیه؟ یه روز قلبت جواب میکنه دیگه رو این همه قرص. پس اگه میخوای واقعا به اون تاریکترین و دارکترین نقطه ذهنت که تموم شدن همه چیه نرسی، واقعا باید همین جوری کمش کنی، تدریجی دوزتو بیاری پایین، و اگه امتحانش کنی میفهمی که خیلی راحته. اگه برات راحت نبود فقط کافیه آروم آروم دوزتو کم کنی. یعنی اگه مثلا داری گفتم 30 تا قرص میخوری، امروز 5 تا ازش کم نکن، یا اگه 5 تا کم کردی دیدی حالت بده، بیا 2 تا کم کن، 1 دونه کم کن، نصف قرص کم کن، اصلا 3 روزی 1/4 کم کن. تو که 1 ساله داری میخوری، حالا 1 سالم وقت بذار تا پاک شی. نمیفهمم چرا فکر میکنی نشدنیه، چرا فکر میکنی اگه 1/4 کم کنی حالت بد میشه و خواب نمیری و دنیا رو سرت خراب میشه. داری 30 تا قرص میخوری، 3 روزی 1/4 کم کن، ببین یه روزی میرسی به یه سر سوزن به 1/4 مصرف یا نه.